یادم نمیاد دیگه. دفعم که ول کردی. بله متاسفانه دفعم گذاشتم کنار با عرض تأسف و تأثر. چرا؟ تمرین باید میکردم، کلاس باید میرفتم، تمرین ها رو باید پس میدادم. ببین اینجوری نیست که تو فقط بری یه کلاسی بگذرون، یعنی یه کلاسی بری شرکت کنی، تو باید تمرین کنی. بعد من اصلا فرصت تمرین نداشتم. من دلیل این که شنا رفتم به خاطر این بود که یعنی تو دیگه نیازی نبود که بری شنا تمرین کنی، تو هر چیزی که توی جلسه شنا یاد گرفته بودی تموم میشه. یعنی تو دفعه بعد دوباره مثلا میرفتی، یعنی ازت توقع نمیرفت که مثلا خب چیا تمرین کردی؟ همچین چیزی نبود و این برای من یه پوان مادر یه پوان مثبت بود، یک پوان مثبت بود. دفعه کی گذاشتی کنار؟ کی گذاشتم که فکر کنم چند سال میشه، دقیق یادم نیست. روژ لب به همه جا کشیده شد، ولی کی بر میگردم. دف نوازی رو تو ذهنم هست که دقیقاً کی، یعنی زمانش رو دقیق نمیدونم ولی حدودش رو میدونم و علت و یعنی واقعی که قرار اتفاق بیفته و من بعدش برم دف نوازی رو میدونم. اما شنا رو در چند روز آینده خواهم رفت. اگه نشه چی؟ ببین یه چیزیه که نشدنی نیست، چیزی که تو ذهنمه و بعد قرار بعدش برم دف رو ادامه بدم، نشدنی نیست، شدنیه. تو ذهنم اینه که شاید به اون چیز دقیقی که تو ذهنمه شاید نرسه ولی یا نزدیک میشم بهش، نه نزدیک نمیشم. اون زمانی که بخوام این کارو بکنم نزدیک نشدم، قطعا رسیدم بهش، یعنی دف رو بخوام ادامه بدم. شنا رو برای چی میخوام برم؟ برای این میخوام برم که به خاطر سلامت بدن، حالا ذهنم دیگه هست دیگه در واقع. ببین الان من 30 رد کردم دیگه. آره 30 و چند ساله 30 رد کرده، یا وقتی به 40 میرسم میگن 30 رد کرده، نه 30 و چند ساله. آره دیگه ببین متولد 71م. خب و این یعنی این که از قبلش باید به این فکر میکردم که بدنم نیاز به ورزش داره. الان دیگه خیلی بیشتر نیاز به ورزش و این حرفا داره. من فکر میکنم اینا رو باید جمع کنم، چون چقدر گرد. آره چون فکر میکنم که نیاز مبرمه که برای جسمم. ببین چیزی که من بهش رسیدم، من یه پلن گنده تو ذهنمه. خب و برای این پلن گنده نیازه که این لیلا خیلی سلامت باشه، یعنی جسمش که بماند، روحش، روانش باید سلامت باشه. یعنی اگر که اینطور نباشه نمیتونه اون چیزهایی که توی ذهنشه بهش برسه. یعنی من چند سال پیش اینطوری بودم که میگفتم بابا زندگی کن، دنیا 2 روزه، پیر میشی میمیری میره. ولی
زمانی که مسیرم پیدا شد، اهدافم مشخص شد، فهمیدم که قراره چه کارایی بکنم و یه خورده جلو رفتم، دیدم مثلا بدنم نمیکشه، مثلا فلانم بیسارم. بعد به این نتیجه رسیدم که باید رسیدگی کنم. شوخی بردار نیست. آره. و از اونجا مثلا من شروع کردم، کاری که کردم این بود که حواسم به بلند کردن وسیله‌های سنگین بود. به من 2-3 بار وسیله سنگین بلند کردم، 2-3 بار با بی احتیاطی پرس مال دستگاه پرس مال صحافی رو با بی احتیاطی بستم باز کردم. و تو این چند بار اتفاقی که افتاد این بود که یا زانوم درد گرفت، یعنی زانوم درگیرش شد، یا کمرم درگیرش شد و خیلی ترسیدم. خیلی ترسیدم که نکنه من بلای سرم بیاد، نتونم به چیزی که میخوام برسم، یعنی ادامه بدم کاری که میخوام. و اینجا بود که شروع کردم مراقبت کردن. حواسم به وسیله ها بود، الانم هست. یعنی نگاه میکنم ببینم اگر، یعنی من چند باری که خرید یک جا کردم برای ساختن دفترام، باید از چند تا مغازه چند تا چیز مختلف میخریدم. بعد یکیش مقواهای زیاد بود که خب تو حجم زیاد سنگین میشد، وزنشون زیاد میشد. یکیش چسب بود که 1 کیلویی بود فکر کنم. آره. و خب این حمل کردنش با کلی وسیله زیاد بود. و بدبختی ماجرا اینجا بود که تمام این مغازه ها ماشین خور نبودن، یعنی تو نمیتونستی ماشین پارک کنی لب جاده، بری بخری بذاری تو ماشین بری. و اینجوری هم نبود که مثلا تو بخری ببری بذاری تو ماشین توی پارکینگ، دوباره بیای دوباره بخری دوباره. و این 2-3 بار که من رفتم و تنهایی اینا رو خریدم، دیدم که دارم چیکار میکنم با خودم. و مثلا یه حرکتی که زدم این بود که اون سبوکا رو میرفتم پیاده میخریدم، بقیهشو ماشین رو میبردم نزدیک اون مغازه هایی که چیز بود قرار بود بخرم، خرید کنم ازشون و زنگ می‌زدم میگفتم که بفرستین به فلان جا، تو ماشین میآورد در ماشین. آره. یعنی کاری که حالا شاید کارهای راحت تری هم میشده انجام بدیم و چیزایی که به نظر من اون لحظه جواب میداده این بوده که چه این کارایی بکنم. با حمید نرفتی؟ اتفاقا فکر کنم 1 بار یا 2 بارم حمید رو بردم، ولی ببین نمیشد همش از حمید بخوام، چون که حمید خودش گیر و گرفتاری خودشو داشت و مثلا به من گفتش که خب امروز میریم، بعد امروز نمیشه میگفت خب فردا حتما میریم، فردا نمیشه میگفت پس فردا. یعنی مثلا من 2-3 بار اینطوری شد که من 1 هفته فقط منتظر حمید بودم که منو ببره مثلا این رو با هم بخریم و نمیتونست و آخر سر هم خودم رفتم. خاطر همین نمیشه مثلا به حمید بسپارم، چون حمید خودش گرفتاری زیاده و نمیتونه اینا رو هندل کنه، یعنی وقتشو نداره که اینطور. آره. خلاصه که سعی کردم که به خودم توجه کنم و حواسم به خودم باشه. یعنی قبلا گفتم نه من میتونم، مگه چیه، مگه فلان بیسا، از این که مثلا بهم بگن که نه تو زنی ضعیفی ظریفی فلانی، من دلم میخواست همچین بزنم تو دهن کسی که این حرفا به من میزد. هی بابا. ولی از یه جایی
از یه جایی دیدم که نه، حالا درسته اونقدر ظریف نیستم ولی نمیتونم به خودم هم زور بگم بد میشه، خودم نمیتونم ادامه بدم. بله. آره این شد که دیگه حواسم به این لیلا بیشتر هست. شنا رو تا کجا رسوندی؟ شنا تا اونجایی رسیده که ببین چند تا چیز تکنیک کلی داره شنا. حالا کاری به غرق نجاتی این حرفا ندارم، همین که اصلا بتونی شنا کنی چند تا اسم داره: کرال پشت، کرال سینه، حالا اگه یادم نرفته باشه، قورباغه، پروانه، دیگه چی؟ دوچرخه. فکر کنم همین 5 تا باشه. اینا تو اگر که اینا رو بلد باشی میتونی شنا کنی، یعنی غرق نمیشی، میتونی از پس خودت بر بیای از این حرف. بعد من اینا رو همه رو گذروندم، پروانه سخت‌ترینشه. خب به پروانه که رسیدم، ببین انقدر این پروانه نیاز داره که تو بدنت منعطف باشه و فلان و بیسار که وسط آموزش من دیگه نتونستم برم، چون انقدر ذهنم آشفته میشد که نمیتونستم هندلش کنم. من خب از عمق آب میترسم و خود این یعنی لذت میبردم از این که مثلا دارم این کار رو میکنم، ولی چون انقدر ذهنم آشفته بود تو خود کار که توان تحمل استرس مضاعف رو نداشتم. به خاطر دیدم که همشون دارن در میان، به خاطر همین نتونستم ادامهش بدم، ولی قطعا در آینده خواهم رفت. ویدیو طولانی شد و بقیه رو لیلا حذف کرد. من از طرف خودم و لیلا ازتون خداحافظی میکنم.